سلام، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. امروز اومدم توی طبیعت تا بهتون یه کتاب معرفی کنم و با هم یه بخشی از این کتاب رو بخونیم. کتاب رهایی از دانستگی از کریشنامورتی و من بخش مراقبت رو انتخاب کردم که با هم بخونیم. بریم که شروع کنیم. وقتی انسان سعی می کند تا خوب باشد، در نفس خوب بودن ضدان یعنی بدی نیز وجود دارد. هر چیزی به طور قطع ضد خود را نیز شامل می شود و کوشش و تلاش در جهت غلبه بر آن ضد آن صفت را که خود از آن صفت سرچشمه گرفته تقویت می کند. هنگامی که شما طالب تجربه حقیقت یا واقعیت هستید، نفس این طلب از عدم رضایت شما نسبت به آنچه که هست با آنچه می بایست باشد ناشی می شود. لذا انسان ناگزیر است از طلب و خواهش‌های پی در پی رهایی پیدا کند، زیرا در غیر این صورت پایان و انتهایی وجود نخواهد داشت. برای دهلیز دوگانگی و احولیت تنها راه رهایی شناخت کامل خود تا درجه‌ای است که ذهن از جستجو بازایستد. یک چنین ذهنی طالب تجربه نیست. چنین ذهنی اصولاً قادر نیست که طالب مبارزه و درگیری و مسئله آفرینی یا جستجوی راه حل‌ها و پاسخ‌های آن باشد. یک چنین ذهنی با خود نمی‌گوید که من خواب هستم یا من بیدارم. یک چنین ذهنی به طور کامل همان چیزی است که هست، تنها یک ذهن سطحی، محدود، حرمان زده و شرطی شده، همواره در حال جستجوی هرچه بیشتر هست. حال این سوال مطرح می شود که آیا امکان دارد در این جهان بدون وجود بیشتر یا مقایسه های همیشگی و جاودانه زندگی کرد؟ من اطمینان دارم که می توان به این تمایل تحقق بخشید، به شرط آنکه انسان خود به درک این موضوع نائل شود. توجه به عمق این پرسش جامع و کلی همانا مراقبه است. با کمال تأسف باید اذعان کرد که واژه مراقبه چه در شرق و چه در غرب به طریق تأسف‌باری مورد استفاده قرار می‌گیرد. ظاهراً مکاتب متفاوت شیوه های گوناگونی برای مراقبه پیشنهاد می‌کنند. مثلا مکاتبی هستند که میگویند مدام مراقب حرکت شست خود باشید. مکاتب دیگری وجود دارند که به نشستن در یک موقعیت خاص یا تنفس مرتب و یا تمرین برای هوشیاری بیشتر معتقد بوده و آن را پیشنهاد می‌کنند. اما آنچه که واقعیت دارد این است که تمام این شیوه ها مکانیکی و ماشینی هستند. مکتب دیگری واژه خاصی را پیشنهاد کرده و از شما می‌خواهد که آن را تکرار کنید و بدان طریق به تجربه‌ای برتر و خارق‌العاده دست یابید که نفس این شیوه نیز به طور محض بی‌معنا و شکلی از هیپنوتیزم است.
شما با تکرار هر واژه‌ای مانند آمین یا یا کوکاکولا تجربه ویژه‌ای خواهید داشت، زیرا با تکرار یک واژه ظاهراً ذهن آرام می‌گیرد. این پدیده است بسیار شناخته شده که به مدت هزاران سال در هند به اجرا درآمده است و آن را مانترا یوگا می‌نامند. با تکرار یک مانترا شما قادرید ذهن را به آرامش دعوت کنید، اما این ذهن هنوز هم یک ذهن ناچیز، کوچک و درگیر است. شما می توانید یک تکه چوب را که در باغی پیدا کرده اید بردارید و آن را روی بخاری بگذارید و هر روز گلی تقدیم آن کنید. خواهید دید که در عرض یک ماه در حال ستایش آن بوده اید و قرار ندادن گل در جلوی آن را نیز گناهی به حساب می آورید. معنی مراقبه پیروی از هیچ نوع شیوه یا سیستمی نیست. مراقبه تکرار و تقلید مداوم نیست. مراقبه تمرکز نیست. یکی از مباحث مورد علاقه بعضی از معلمین مراقبه اصرار ورزیدن به شاگردان در یادگیری تمرکز است، یعنی متمرکز کردن ذهن روی یک فکر و راندن مابقی افکار. این یکی از احمقانه ترین و کریه ترین کارهایی است که حتی یک بچه مدرسه‌ای هم قادر به انجام آن هست، به این دلیل ساده که مجبورش می‌کنند. در این مواقع همیشه نبردی در درون شما وجود دارد، به این معنی که از یک سو پافشاری روی تمرکز و از سوی دیگر ذهنی که به همه جا سرک می‌کشد و سرگردان است و نیز شمایی که همواره میبایست نسبت به ذهن خود و کشش آن به جهات مختلف حضور ذهن داشته باشید. تا زمانی که ذهنتان دچار سرگردانی می شود و گریز و گرایشش نسبت به جهات مختلف ادامه دارد، یعنی اینکه شما به چیزهای متضاد و مختلفی علاقه‌مند هستید. مراقبه مستلزم ذهنی است بسیار هوشیار. مراقبه درک تمامیت زندگی است که در آن هر شکل از پراکندگی، تجزیه شدگی و شبکه شدن باز ایستاده است. مراقبه کنترل فکر نیست، زیرا زمانی که فکر کنترل می شود، نفس این عمل در ذهن ایجاد تضاد می کند. اما وقتی که شما ماهیت فکر را که قبلا درباره آن صحبت کرده ایم درک کنید، در آن صورت فکر کوچکترین دخالتی در مراقبه نخواهد کرد. مراقبه همانا درک ساختار تفکر است. مراقبه یعنی هوشیاری نسبت به هر فکر و احساس بدون قضاوت در مورد درست و غلط بودن آن. مراقبه یعنی تماشای فکر و حرکت با آن. در نفس این تماشاست که شما شروع به درک حرکت کلی و احساس می کنید و ناگزیر به دنبال این هوشیاری ذهن ساکت می شود. سکوتی که توسط فکرهای کنار هم چیده شده به وجود می آید ایستا و مرده است.
اما سکوتی که حاصل درک فکر نسبت به شروع و ماهیت خود است و سکوتی که در آن درک این مسئله که کل تفکر هرگز نمیتواند رها و آزاد باشد بلکه همواره کهنه است، فقط همین نوع سکوت است که در واقع مراقبه است. مراقبه‌ای که در آن مشاهده کننده کاملا غیبت دارد، زیرا ذهن در این ساحت خود را از گذشته خلاص و تهی کرده است. اگر شما مطالب این کتاب را حتی برای چند ساعتی با حضور ذهن کافی و کامل خوانده باشید، این مراقبه است. و اگر صرفاً مقداری واژه از آن برداشت کرده یا چند ایده از آن جمع کنید که در فرصت‌های دیگر درباره آن بیاندیشید، دیگر این مراقبه نیست. مراقبه حالت و ساحتی از ذهن است که به همه چیز با توجه کامل و با تمام وجود نگاه می کند، نه آنکه فقط به جزء یا قسمتی از چیزها نگریسته باشد. اما این را هم ناگفته نباید گذاشت که هیچ کس قادر نیست به شما داشتن حضور ذهن یا مراقبت را بیاموزد. اگر هم سیستمی پیدا شود که به شما یاد دهد که چگونه حضور ذهن داشته و مراقب باشید، آن وقت باید اذعان کرد که شما نسبت به آن سیستم است که مراقب هستید و این اسمش هوشیاری و توجه نیست. مراقبه یکی از بزرگترین و عالیترین هنرها در زندگی است. شاید بی اغراق متعالی‌ترین هنرها باشد و انسان هرگز قادر نیست آن را از کسی فرا بگیرد و زیبایی آن هم در همین است. مراقبه تکنیکی ندارد، در نتیجه واضح است که اتوریته هم ندارد. زمانی که شما راجع به خودتان یاد میگیرید و فرضاً خودتان را، طرز راه رفتن و غذا خوردنتان را یا طرز صحبت و آنچه را که میگویید، غیبت کردنها، تنفرها، حسادتها و خلاصه همه اینها را در خود میبینید و نگاه میکنید و نسبت به همه اینها هوشیاری کامل، آن هم بدون ذره قضاوت دارید، این خود بخشی از مراقبه است. در نتیجه مراقبه میتواند وقتی که در اتوبوس نشستید یا به چهره زن و فرزند خود نگاه میکنید اتفاق بیفتد. در درک مراقبه عشق وجود دارد و عشق محصول عادات یا پیروی از یک روش و شیوه نیست. عشق نمیتواند از طریق تفکر به وجود آید. عشق زمانی میتواند وجود داشته باشد که سکوت کاملی برقرار باشد، سکوتی که در آن مشاهده کننده کاملا غایب است. ذهن هنگامی قادر است ساکت و آرام باشد که خود حرکات خود را چه زمانی که به صورت احساس متجلی می شود و چه وقتی که به صورت تفکر در می آید دریابد و مراقب باشد. برای درک حرکت احساس و فکر فقط باید آنها را مشاهده کرد بدون قضاوت کردن و محکوم کردن.
مشاهده به چنین طریقی یعنی داشتن ذهنی منظم، نظمی که نتیجه انطباق با سیستم و شیوهی نبوده بلکه سیال و رهاست. خیلی ممنونم که تا اینجا گوش کردید. اگر دوست داشتید خوشحال میشم که کامنت بذارید و نظراتتون رو بگید. ممنونم که چنل رو حمایت میکنید و سابسکرایب میکنید. خدا نگهدار.